سلام، با شما پیچکی ابراز زیوی و امروز من به شما درباره یک نویسنده نقل میکنم که او در سال 1981 درباره کرونا ویروس معلومات داده بود و پیش از ویدیو رو سر کردن در کانال ما ابونه شوید و در ویدیو لایک مونید. ما سر کردیم و رفتیم. امروز ما درباره عالم آمریکایی دین کونتز معلومات میدیم. یعنی که دین کونتز سال 1981 درباره کرونا ویروس در کتاب نوشته بود که نام کتابش قصه تیمی میباشد و او در کتابش نوشته بود که کرونا ویروس میآید و قریب همه سیاره زمین را و اهالی زمین را زیر میکند، یعنی که با ویروس گرفتار میشوند. دوستان عزیز، و من گفتنی هستم که این کتابش از 344 صفحه عبارت میباشد و درباره کرونا ویروس او در صفحه 303 یا 301 و فکرم 301 بود، تقریبا از 301 تا 303 درباره کرونا ویروس معلومات داده بود و در کتاب خود گفته بود که بسیاری آدم های اهالی زمین میمورند و این برآمده ایستوده است، یعنی که تا حال آدم ها مرده شدن. و من گفتنی هستم که یک چیز رو که در تاجیکستان حالا یگان کس از کرونا ویروس وفات نکرده است و با کرونا ویروس گرفتار نشده است. یگان کس در ویدیوها میبرند، در خبرها میبرند، در روزنامه ها که در تاجیکستان کرونا ویروس آمد. من گفتنی هستم که یگان کرونا ویروس در تاجیکستان نآمده است تا حالا، یعنی که حالا 8 مارس می باشد 2020 و در تاجیکستان یگان کرونا ویروس دیده نشده است و یگان خبری اساسی، یعنی که خبری پادبرو نیستی، در تاجیکستان یگان تا نآمده است. با شما بود پیچکی ابراز زیوی. اگر این ویدیو با شما معقول شده باشد پس حتما در کامنت نویسید و در ویدیو لایک مونید دوستان عزیز و دیگر ویدیوهای ما رو ببینید. در آنجا سیمسنی با زبان تاجیکی با هر خیل ویدیوها در زبان تاجیکی گردانده شده است. دوستان عزیز، با شما بود پیچکی ابراز زیوی. خیر تا بازدید. سلام، با شما پیچکی ابراز زیوی و امروز من با شما درباره یک نویسنده نقل میکنم که او در سال 1981 درباره کرونا ویروس معلومات داده بود. پیش از ویدیو سلام، با شما پیچکی ابراز زیوی و امروز من در در همین زبان تاجیکی چند نمود مرده موجود است. این نامش رکس است. توف که کنی رکس. نقص میبینم. ایران ما چی بخواب ببرده است. کمه دیدی این. ما رفتم سنگالی. شما نو چیزی مرا میخنانه پولیس هستم شنه میتینو.